پرزیدنت قرقیزستان صادر جابوروف روز 12 اپریل با صدور یک فرمان وزیر سابق کارهای خارجه کشورش عبدالدایف ارلند را سفیر قرقیزستان در تاجیکستان تعیین کرد. عبدالدایف در این مقام ژانیش رستمبیکوف را عوض می‌کند. رستمبیکوف ماه فوریه سال 2022 در پی به او اظهار نوباوری کردن پارلمان از وظیفه‌اش برکنار کرده شد. پارلمان رستمبیکوف را به آن عیبدار کرد که برای حمایت از منفعت‌های قرقیزستان در تاجیکستان تلاش کافی به خرج نمی‌دهد. ارلند عبدالدایف در حال سفیر نو قرقیزستان در تاجیکستان شد که مناسبت‌های بشکک و دوشنبه یک دور پرتنشی را پس سر می‌کنند. در یک سال اخیر در جریان درگیری‌های مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 58 نفر کشته و حدود 270 تن دیگر زخمی شدند. ارلند عبدالدایف 21 ایول سال 1966 در شهر الماتای قزاقستان در خانواده کارگردان سینما بکش عبدالدایف به دنیا آمده. سال 1989 مجموعه دانشکده دولتی روابط بین المللی مسکو را ختم کرده است. عبدالدایف به زبانهای انگلیسی و خطایی بلد بوده. قبلا همچون سفیر قرقیزستان در خطای و سال 2012 تا 2018 همچون وزیر کارهای خارجه کشور کار کرده است. عبدالدایف از سال 2020 سفیر قرقیزستان در آلمان بود و ماه فوریه سال 2022 از این مقام آزاد کرده شد. ارلند عبدالدایف دو فرزند، یک پسر و یک دختر دارد. طور قبلا خبر داده بودیم پرزیدنت قرقیزستان صادر جابوروف روز 2 فوریه سال 2022 سفیر این کشور در تاجیکستان ژانیش رستمبیکوف را از وظیفه آزاد کرد. ژانیش رستمبیکوف از دکبر سال 2018 سفیر قرقیزستان در دوشنبه بود. او قبلا از سال 2007 تا 2011 سفیر در قزاقستان و از سال 2014 تا 2018 سفیر در ترکمنستان بود و چندین سال به حیث وزیر حالت‌های فوق‌العاده کاتب دولتی و حاکم ولایت اوش کار کرده است. در پایان سال 2021 پارلمان قرقیزستان به رستمبیکوف اظهار نوباوری کرد و گفت که او در امر حمایت از منفعت‌های کشور و شهروندان قرقیزستان در تاجیکستان سعی و تلاش کافی به خرج نمی‌دهد. مناسبت‌های قرقیزستان و تاجیکستان در حال حاضر دوران پرتنش را پس سر می‌کنند. در پایان ماه اپریل سال 2021 در مرز تاجیکستان با قرقیزستان درگیری‌های مسلحانه روی داد که 55 کشته و 240 زخمی به جا گذاشت. اکثر کشته شده ها و زخمی ها از طرف قرقیزستان بود.